Muy buenas a todos, me llamo Shekufe y soy profesora de español. سلام به همگی، به درس نهم خوش اومدید. امروز میخوایم درس معرفی خود رو داشته باشیم. در این درس ما یاد میگیریم چطور خودمون رو به زبان اسپانیایی با تمام چیزهایی که یاد گرفتیم معرفی کنیم. خب بریم درس اول رو شروع کنیم و ببینیم یک نفر چطور میتونه خودش رو معرفی کنه. Escucha a Laura. قبل از اینکه در مورد لاورا ببینید لطفاً به صدای لاورا گوش بدید که خودش رو معرفی میکنه. ببینید چقدر از معرفی لاورا رو میتونید متوجه بشید. Me llamo Laura. Me apellido González. Soy canadiense y soy abogada. Tengo 32 años. Hablo inglés, ruso y un poco de español. احتمالاً اگر تا الان درس‌های من رو دنبال کرده باشید میتونید کاملا متوجه بشید که لاورا چی گفت در مورد خودش. حالا بیایید یک بار با هم دیگه از روی متن لاورا بخونیم. Me llamo Laura. Me apellido González. Soy canadiense y soy abogada. Tengo 32 años. Hablo inglés, ruso y un poco de español. احتمالاً اگر در درس‌های قبل با من همراه بودید مفاهیم کامل این معرفی رو میتونید متوجه بشید. تنها دو کلمه‌ای که نمیدونید شاید کانادینسه باشه و ابوگادو. ابوگادو، ابوگادا. کانادینسه خیلی شبیه کلمش به انگلیسی یا فارسی هست به معنی کانادایی و ابوگادو به معنی شغل وکالت هست که اگر خانم باشه خانم وکیل ابوگادا، آقای وکیل ابوگادو. حالا بیایید یک سری سوال از لاورا بپرسیم. فرض کنید شما لاورا هستید و من از شما میپرسم. لطفاً جوابش رو با صدای بلند بگید. ¿Cómo te llamas? Me llamo Laura. ¿Cuántos años tienes? Tengo 32 años. ¿De dónde eres? Soy canadiense. ¿A qué te dedicas? Soy abogada. ¿Qué lenguas hablas? Hablo inglés, ruso y un poco de español. ¿A qué te dedicas؟ به معنی شغل شما چی هست استفاده میشه برای پرسش. یک بار دیگه این سوالات رو با صدای بلند بپرسید و جوابش رو در مورد خودتون بگید. اگر دوست داشتید در قسمت کامنت ها به این سوالات جواب بدید. Preguntas según las respuestas. فرض کنیم که اسم این شخص خوان هست. اگر خوان در جواب سوالی به شما بگه Me llamo خوان، در جوابش چه سوالی گفته؟ لطفاً سوال رو بسازید و بعد با من چک کنید. ¿Cómo te llamas? Tengo 29 años. در جواب چه سوالی گفته شده؟ بله، muy bien. ¿Cuántos años tienes? Hablo español y alemán. در جواب سوال ¿Qué lenguas hablas? Soy arquitecto. در جواب سوال ¿A qué te dedicas? Soy de Inglaterra. در جواب سوال ¿De dónde eres? Muy bien. دوستان عزیز، این درس هم به پایان رسید. برای درس دهم حتما من رو همراهی کنید، به خاطر اینکه درس دهم در مورد اینه که چطور از یک اسپانیایی زبان بپرسیم فلان کلمه به اسپانیایی چی میشه و اگر نتونیم جوابش رو درست بشنویم چه سوالاتی میتونیم ازش بپرسیم. Hasta luego, nos vemos.